سلام شما، در حالتون خوب باشه. امروز هستم در قسمت دوم آموزش PHP. اگر که قسمت اول آموزش PHP رو ندیدید از چنل سمارت کد، حتما برید ببینید. خب من سعی میکنم تو 4 ساعت PHP رو جمع کنم و حالا شما باید سعی بکنید که جلسه به جلسه ببینید تا به یک تسلط نسبی برسید. بعد از این جلسه حالا من سعی میکنم یه سری پروژه ها بزنم و حالا ما سعی میکنیم که داخل جلسه ها واقعا زیاده گویی نکنیم. تا اونجایی که میتونم بیشتر مطالب رو میگم، ولی سعی میکنم که زیاده گویی در واقع داخل تدریس هامون نشه. خب بچه من داخل جلسه پیش گفتم که اینتیجر تا کجا، تا چه حدودی میاد در واقع ذخیره میکنه و اینها توی بحث نامبرها. و این جلسه میخوام در مورد یک خاصیتی حرف بزنم که توی بیشتر زبانهای برنامه نویسی هست به نام خاصیت کاستینگ. برای مثال مثلا فرض که ما اینجا متغیر محیطی داریم، در واقع اینجا متغیر داریم. خب من اینا رو داخل PHP قرار میدم که بتونه بشناسه که اینا کد PHP هستش. خب بچه حالا این اینتیجر، این فلوت، این استرینگ و این بولینه و این ناله دیگه، درسته؟ حالا من الان میخوام همه اینها رو تبدیل بکنم به استرینگ. یه خاصیت هستش به نام کاستینگ که به شما همچین اجازه ای رو میده. چجوری هستش خاصیت کاستینگ؟ همچین چیزیه، میایید کنار اسم متغیرتون، اسم اون چیزی که میخواهید متغیره بره تغییر پیدا بکنه، یعنی در واقع تایپش بشه، می نویسید. الان مثلا میخوام این متغیر A که تایپش چیه؟ تایپش اینتیجر دیگه، درسته؟ میخوام تبدیل بشه به استرینگ، یعنی اینجوری بشه. خب برای این کار یه پرانتز باز میکنم و داخلش می نویسم استرینگ، متغیر A رو بهش میگم و در نتیجه دوباره داخل A اون متغیر رو میریزم. اگر اینا رو تایپ بکنید، یعنی هر کدوم از متغیرها رو تایپشون رو بگیرید، میتونید در نهایت خروجی رو مشاهده بکنید. خب من برای اینکه بتونم خروجی این برنامه‌ام رو ببینم، از نرم افزار زمپ استفاده میکنم داخل این دوره که دیگه جلسه پیش بهتون توضیح دادم که چجوری میتونید بیاید بالا و اینا. خب بچه من زمپ رو اینجا سرچ میکنم بیاد بالا. خب قسمت آپاچیشو فقط صرفا ران میکنم. خب بله ران شدش روی پورت اوکیه. خب اینجا من چیز میکنم، لوکال هاست رو میارم بالا، لوکال هاست. خب لوکال هاست و توی پوش پراجکت index.php رو میاریم بالا. خب همون دیگه میبینید بچه ها همشون تبدیل به استرینگ میشه. بولین ها که بودن، بولین ترو تبدیل به 1 میشه، بولین در واقع نال تبدیل به 0 میشه. خیلی مهمه این رو در نظر داشته باشید. حالا یه سری متغیرها رو میتونیم تبدیل به اینتیجر هم کنیم. خب من الان اینجا متغیرامو تغییر میدم. خب و میخوام این متغیرهایی که یه سریاشون در واقع چیز هستن رو تبدیل بکنم به اینتیجر. خب الان اینا که خب اینتیجر هستن، درسته؟ من تا این پایینی فلوته. اوکی، وقتی تبدیل به اینتیجر میشه این ممیزاش پاک میشه. یا مثلا این 25 کیلومتر خب تبدیل میشه به 25. حالا بریم ببینیم الان متوجه میشه دقیقاً چه جوری کاستینگ میشه. به این خاصیت میگن کاستینگ و بعدش میام تک تک حروفش رو براتون لاگ میگیرم. خب من یه دونه دو تا دیگه وردامپ میسازم. وردامپ هم که دیگه داخل جلسه پیش بهتون توضیح دادم دیگه چی کار میکنه بچه‌ها، من نمیگم دیگه داخل این جلسه که چیز نشه. اگه ندیدید اون دوره رو حتما برید ببینید. خب الان اگر بیارمش میبینید که اولی تبدیل شده به 5، دومی تبدیل شده به 5، ممیزش رو پاک کرده، اونم 25 شده و اینم که چون حرف استرینگ میبینه، چون میبینه که عدد نیست، صفر بهتون برمیگردونه. اینم همچنان صفر برمیگردونه. ترو در حالت کلی یکه و فالس یا نال یا آندیفاین هم در حالت کلی صفر میشه در حالت کلی. خب اینا خاصیت های کاستینگ هستش که حالا من یه چند تا مثال زدم. واقعا مثال ها خیلی زیاد هست، حالا سعی میکنم بهتون بگم. الان مثلا اینجا خب اینا رو میخوام تبدیل به بولین بکنم، یعنی این متغیرات تبدیل به بولین بکنم. خب میام اینجا کنارش بولین می نویسم. خب این 5 بولین بشه میشه درست، یا این هم میشه درست، این میشه فالس. صفر در حالت کلی فالسه و هر چیزی جز صفر در حالت کلی درسته. حتی استرینگ
درسته، ولی خب یک استرینگ خالی نادرست هستش. و همچنین اینم که خودش بولیان هستش، پس کاری باش نداریم. حالا من خروجی نمیرم بگیرم که دیگه چیز خاصی نیست. خب بچه این از خاصیت کستینگ در زبان PHP که اوکی شد. حالا بریم در مورد یک نکته دیگه حرف بزنم، اون هم مس هستش. خب مس یک فانکشنیه که یه لایبرریه که داخل خود PHP در واقع تعریف شده، داخل خیلی از زبان برنامه‌نویسی هم تعریف شده، که به شما یه سری قابلیت‌ها میده که میتونید مثلا حالا با عددهای ریاضی با ریاضیات یه خورده ارتباط بهتری بگیرید. مثلا اگر پی رو بنویسید، پی یک فانکشن هست، میاد براتون چیز میکنه، میاد براتون عدد پی رو تو خروجی چاپ میکنه. الان برم خروجی ببینم، خب عدد پی میدونید دیگه، این همچین 3.14 که برامون تو خروجی میگیره. یا مثلا یک چیزی داریم به نام مینیموم که بهش مثلا چند تا عدد میدید، مثلا 0 1 4 5 و -1 -12، میره براتون مینیمومی ترینش رو انتخاب میکنه، یعنی -12 رو تو خروجی براتون در نهایت چاپ میکنه. بریم الان یه ریفرش بکنم، بله -12 رو چاپ میکنه. یا همین مینیموم میتونید ماکس هم بزنید، ماکسش چنده؟ ماکسش 5، درسته؟ الان براتون 5 رو چاپ میکنه. خب حالا چیزهای دیگه هم داره، مثلا ABS داره که قدر مطلق میگیره. ABS برای قدر مطلقه که دیگه احتمالاً قدر مطلق میدونید چیه، یک عدد رو تبدیل به یعنی یک عدد منفی رو تبدیل به مثبت میکنه. حالا این دیگه ریاضیات دیگه، من اینجا ریاضیات آموزش نمیدم. SQRT دیگه احتمالاً میدونید چیه، جذر هستش، مثلا 64 جذرش رو براتون میگیره که 8 میشه و همون که مشاهده میکنید اوکی هست. و یک چیزی هم داریم به نام راوند که راوند میاد یک عددی رو براتون روند میکنه، مثلا 6 به 1 نزدیکتر یا به 0 به 1، درسته؟ پس روی 1 روندش میکنه. یا مثلا 14 به 1 نزدیکه یا 0 به 0، پس روی 0 روندش میکنه. یک چیزی هم داریم به نام رند که این رند یک فانکشنه که ورودی نمیگیره، یک عددی بین 0 و 1 جنریت میکنه. ببخشید بین 0 و 1 نیستش، نه، اگه بخواید محدودش رو مشخص کنید داستان متفاوت میشه. یک عدد رندومی براتون جنریت میکنه که همون که مشاهده میکنید به این شکله. ما تا اگه بخواید محدودش رو مشخص کنید، یعنی مثلا بخواید بگید که مثلا از چه عددی تا چه عددی باشه، بعد بیاید بهش بگید، مثلا بگید که از 0 باشه تا 10، یعنی بین 0 و 10 فقط جنریت بکنه. هر دفعه که شما برنامه رو میزنی یک چیزی برات جنریت میکنه. بچه خود 0 و 10 هم شامل میشه، یعنی از این جهت اوکی هستش. پس این هم رند هستش که خب رند خیلی استفاده میشه و خواستم که بهتون توضیح بدم. بچه تعریف کردن متغیر داخل زبان PHP خیلی ساده است، یعنی شما صرفا یه دونه چیز میذارید، دلار میذارید، اسم متغیر تو میدی، بعد حالا هر چیزی که میخوای بهش اساین کنی رو بهش میدی، مثلا مینویسی هلو. الان مثلا من خواستم یک استرینگ اساین کنم، اوکی. منتها بچه این متغیرهایی هستن که مثلا الان نگاه کنید، الان مثلا متغیر A مقدارش چیه؟ مقدارش 1، درسته؟ ولی خب من بعدش میتونم دوباره مقدار متغیر A رو عوض بکنم، درسته؟ و بعد از اینکه الان اکو بگیرم متغیر A رو، دیگه میدونید دیگه 1 نیستش، 2. یعنی منظورم اینه که مقدار متغیری که تعریف شده ثابت نیست، بعدها میتونه عوض بشه، یعنی اساینمنتش میتونه دوباره ری اساین بشه اصطلاحاً. حالا اومدن داخل زبان PHP و خیلی از زبانهای دیگه اومدن یک کانستنت وریبلی تعریف کردن که میگن متغیرهایی که شما میخوای مقدارش همیشه ثابت باشه و در آینده تغییر پیدا نکنه بیاد کانست بشه، یعنی به جای اینکه اینجوری تعریفش بکنی بیای و با کانست تعریفش بکنی، میای کانست مینویسی، کانست که داخل زبان جاوا اسکریپت هم چیزی داریم، اسم متغیر رو میگی و بهش 2 میدی. الان تو این شرایط خروجی همچنان عدد 2 هستش. خب بهمون ارور داده، دلیلش هم به خاطر اینه که متغیری که بچه‌ها دقت کن، این نکته خیلی مهمیه، به شکل برنامه ریزی شده، متغیری که کانست تعریف میشه داخل زبان، در واقع داخل زبان PHP بهتر حروفش بزرگ باشه، البته نباشه هم موردی نداره. این دلیل اینکه بهمون خطا داده استفاده از این کلمه دلار هستش، از این دلار نباید استفاده بکنیم. الان میبینید که درست نمیشه. خب
درش به خاطر اینه که من اینجا چیز نداشتم، سمیکالن نذاشتم. خب الان درست شد. ولی بچه‌ها بهتر متغیری که کانست تعریف میشه به شکل قراردادی حروفش بزرگ باشه. اوکی، این یه جور تعریف کردن کانسته. یه جور تعریف دیگه هم داریم که کانست بسازید با فانکشنی به نام دیفاینه که دو تا وریبل میگیره، در واقع دو تا ورودی میگیره. فانکشن ها رو در آینده بهتون توضیح میدم، نگران نباشید. ورودی اول اسم متغیره و ورودی دوم مقداری هستش که میخواد به این متغیر اساین بشه. خب اون هم دقیقا مثل همون رفتار میکنه و مشکلی نداره. خب ببینم ارورش چیه. میگه syntax error unexpected. خب مشکلی نباید داشته باشه. بچه من این رو باز فراموش میکنم، داخل جلسه های پیشم من هیتون تو اینو فراموش میکردم. خب اوکی، میبینی که درسته بچه باز هم کار میکنه. منتها دیفاین با کانست چه فرقی داره، چه تفاوتی داره، در آینده که بحث فانکشن ها رو بهتون توضیح دادم در مورد دیفاین و کانست و تفاوت هاشون بهتون بیشتر توضیح میدم. شما در حالت کلی الان در نظر بگیرید که تفاوتی نیست، ولی خب اگه بخوایم میخورده بهش به شکل فلسفی نگاه بکنیم تفاوت هایی دارن در واقع. خب بچه یک سری متغیرهای ثابت یا کانست، اینو میخواستم بهتون نشون بدم که من اصلا یادم رفت. الان بچه ها شما متغیر A رو اگر بگیرید اینجا بهش 3 بدید برنامه بهتون خطا میده. چرا؟ چون متغیر کانست رو به هیچ عنوان نمیتونید بهش مقدار 3 بدید. اوکی، به هیچ عنوان. البته بعد اینو اینجوری تعریفش میکردم دیگه، درسته؟ من اگر چیز بکنم، خب ببینید بچه ها 3 دیگه نیست، همچنان 2. چرا؟ چون کانست هیچ وقت مقدارش تغییر پیدا نمیکنه. این رو هم از این بچه ها یک سری متغیرهای کانستنت به شکل بای دیفالت کلا داخل PHP از قبل هستن که شما میتونید صرفا ازش استفاده بکنید. یعنی میخوام بگم تعریف شدن. اینکه مثلا شما میومدی PHP رو نصب می‌کردی، البته ما PHP رو نصب نکردیم، اما زمان نصب کردیم که یک پکیج بود که خب داخلش همه چی بود. PHP بود، MySQL بود، آپاچی بود که وب سرور می آورد بالا و اینا که داخل جلسه پیش در موردش حرف زدیم. خب یه سری متغیرهای کانستنت به شکل بای دیفالت تعریف شد که صرفا ما ازش فقط استفاده می‌کنیم. مثلا یکیش خیلی زیاده، یکیش در هست که بعد همینجوری بنویسید که میاد دایرکشن یا بهتره بگم که دایرکتوری که شما دارید داخلش الان کد می‌نویسید رو بهتون نشون میده. خب بله من تو این دایرکتوری دارم کد می‌نویسم. اوکی، این اینجوری هست. حالا چیزهای دیگه هم هست، مثلا یک فایل هم هست که بهتون فایل رو برمیگردونه، دایرکتوری دیگه بر نمیگردونه. یا مثلا لاین هست که میاد اون لاینی که شما دارید کد می‌نویسید، الان لاین چند هستین داخل وی اس کد؟ لاین 3 دیگه، لاین 3 رو بهمون برمیگردونه. بله اوکی هست. یک چیز دیگه داریم حالا به نام نیم اسپیس و تریت و نمیدونم کلاس و فانکشن و اینا و متد و اینا که توی جلسه‌های بعدی در موردش بیشتر حرف میزنم. بچه‌ها به این کانستنت هایی که خود برنامه تعریف کرده بهش اصطلاحاً میگم ماجیک کانستنت. خب بریم در مورد اپراتورها حرف بزنیم. بچه‌ها من کلا زبان‌های برنامه‌نویسی رو یک جوری توضیح میدم که خیلی اضافه گویی و اینها نشه. خب میتونستیم همین دوره رو یه 10 ساعتی بکنیم و الکی از کاربرها واچ تایم بگیریم، ولی واقعا این کار نه درسته و من اصلا حوصله‌اش رو ندارم، وقتش رو واقعا ندارم و سر همین موضوع این کار رو انجام نمیدم. سعی میکنم یک سری نکات بگم تا به یک سطحی برسید و بعدش حالا داخل پروژه بخوایم اونا رو به تصویر برسونیم. واقعا آموزش ها اونجوری نباید باشه که مثلا سفت و سخت باشه. در جریان یک چیزی یاد بگیرید، حالا داخل پروژه اونجا میایید که در عمل خودتون رو نشون بدید که در عمل چه چیزی یاد گرفتید و اینا که من داخل همین دوره اولش هم گفتم که یک سری پروژه ها میزنیم، پروژه های سطح بالا، حالا اگه وقت بکنیم حتما این کار رو انجام میدیم. خب بریم در مورد اپراتورها بگیم چیه اصلا. اپراتور چیه بچه؟ اپراتورها همون عملای 4 عمل اصلی ریاضیاته، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و باقی مانده و توان و اینا هم جزءشون هست صرفا. خب مثلا شما فرض کنید من برای اینکه صرفا بخوام مثال بزنم یه متغیر تعریف میکنم، یه متغیر x تعریف میکنم 2 هستش، یه متغیر y تعریف میکنم 3 هستش. اوکی. خب حالا میخوام بیام اکو بکنم، یا بس اجازه بدید یک متغیر دیگه هم تعریف بکنیم. متغیر z هستش که میاد متغیر x رو جمع میزنه با متغیر y. خب این جمع اپراتوره همین و بعدش اکو میگیره متغیر z رو. اوکی.
خب الان متغیر z چی میشه؟ خب 3 و 2 رو جمع میزنه میشه 5 رو z ریخته میشه و در نتیجه 5 رو میاد برامون تو خروجی لاگ میگیره که خب درسته دیگه. اوکی. حالا صرفا فقط جمع نیست، تفریق هست که میاد کم میکنه و حالا من نمیخوام نشون بدم وقتی تو بگیرم. ضرب هستش که میاد ضرب میکنه، از 3 تا میشه 6 تا. شما اگه تو خروجی ببینی 6 بت نشون میده. و یه عمل دیگه داریم تفریق که گفتم بهتون. آره دیگه تفریق و جمع و اینا تقسیم هم داریم که اینجوری نشون میده. باقی مانده هم داریم. باقی مانده هم یک عملی هستش که نشون میده. الان مثلا باقی مانده عدد 2 به 3 خب 2 دیگه مشخصه دیگه باقی مانده هستش. خب یک چیز دیگه داریم، اگه 2 تا از این ستاره ها قرار بدی این توان هستش، اکسپوننشن هست در واقع، یا همون توان، یعنی در واقع 3 رو به توان 2 میرسونه که میشه چقدر؟ میشه 9. تو خروجی ببینیم 9 رو بهمون نشون. بچه من اشتباه گفتم، 2 رو به توان 3 میرسونه. x هست دیگه، x 2 رو به توان 3 میرسونه. اوکی 3 نیستش، فکر کردم که x مقدارش 2 مقدارش 3 هستش. خب این به این شکله که در واقع استفاده میکنه. حالا یک سری ویژگی های دیگه ترجیحاً داره. مثلا شما فرض کنید میخواید یه کاری بکنید، میخواید این کار رو انجام بدید، میخواید مقدار x رو بگیرید، به اضافه 2 بکنید، دوباره داخل خود x ذخیره بکنید و در نتیجه مقدار x رو در نهایت بیاید لاگ بگیرید. اوکی، لاگ که میگم یعنی منظورم همون خروجیه دیگه، چون من معمولا زبان جاوا اسکریپت کار میکنم، به خاطر همین حالا این اصطلاح لاگ رو میگم، چون داخل جاوا اسکریپت به جای دستور اکو مینویسن console.log، منظورم اون هستش. البته به شکل بای دیفالت معمولا خروجی نشون دادن تو بیشتر برنامه‌ها منظور همون لاگ هستش. خب بعد چی میشه؟ مقدار x چنده بچه‌ها؟ 2 دیگه. خب 2 به اضافه 2 میشه چند؟ میشه 4 و 4 داخل x ریخته میشه دیگه. از به بعد از خط 7 پایین x 2 نیست 4. اوکی، حالا این رو برای اینکه یه خورده شورتکات بنویسن، یعنی یه خورده جمع و جور بنویسن که اذیت نشن، میان اینجوری مینویسن که x رو به اضافه مساوی 2 کن. بچه این هم یعنی همین، این با این بالایه هیچ فرقی نداره، یعنی این هم در عمل همینه. اوکی، منتها یه جور راحت تر هست دیگه. مثلا اگر شما مثلا کم میکردی اینجا کم مینوشتی، اینجا ضرب میکردی اینجا ضرب مینوشتی. اوکی، چون این کار رو تو زبان برنامه‌نویسی زیاد انجام میدیم، اینو شورتکات گذاشتن که خب خیلی راحت تره و ما هم دیگه از این به بعد از همین استفاده میکنیم. پس چه اتفاقی میفته؟ این میاد ابتدا x رو که 2 باشه، 2 رو میاد ضرب در 2 میکنه میشه 4 و داخل خود x میریزه و در نهایت x میشه 4. من خروجی بگیرم، بعد 4 رو برامون لاگ میگیرم. این بهش اصطلاحاً میگن assignment operator که معمولاً انجام میدم و خب اوکیه. خب یک چیز دیگه‌ای داریم برای اینکه بسنجیم ببینیم که یک متغیری با همدیگه مساوی هستش یا نیستش. من این خط رو کامنت میکنم با کنترل اسلش داخل وی اس کد. شورتکاتی هستش برای کامنت کردن داخل زبون‌های برنامه‌نویسی، نه صرفا فقط برای زبان PHP. خب بچه اگه بخوایم چک بکنیم که متغیر x آیا مساوی هست با متغیر y، خب این میاد چی رو چک میکنه؟ میاد میگه خب ولیوهای x و y با همدیگه مساوی هستن یا نه. اگه باشه که بولیان ترو برمیگردونه، اگه نباشه فالس برمیگردونه. خب بچه اینو نباید اکو بکنیم، به خاطر اینه، یعنی همچنان همینجوری باید فقط صرفا z رو اسمش رو به کار ببریم و اینو ما تو خروجی نمیبینیم. خب برای اینکه من بخوام خروجی این رو الان ببینم بعد تا برم تایپش رو ببینم، به خاطر همین اینجا دستور وردامپ رو میزنم و بهش میگم که متغیر z رو بیاد برام بگیره ترجیحاً، که میاد این کار رو انجام میده و تایپ وردامپ رو بهمون نشون میده که یک بولیان برمیگردونه در واقع به این شکل. حالا بعد بیایم این وردامپ رو در عمل اکو کنیم که ببینیم تایپ اون چی هستش. خب بچه یک بولیان فالسه، چرا که چون x و y با هم دیگه از لحاظ ولیو مساوی نیست. بچه دوتا مساوی تفاوتش اینه که دوتا مساوی صرفا فقط ولیو چکه، یعنی مثلا میاد 2 3 رو فقط چک میکنه، ولی 3 تا مساوی علاوه بر ولیو میاد تایپاشون رو هم چک میکنه، یعنی تایپ این دوتا هر جفتشون بعد صرفا یا نامبر باشه یا استرینگ باشه، یعنی یکسان باشه. اگه من اینو سیو کنم،
خب این هم برام درست برمیگرده، چون هم تایپشون نامبره، چون هم ولیوشون مساویه، پس بولیان تروه. ولی اگر یکیشون رو تایپشون رو کنم استرینگ، چون اون یکی استرینگ اون یکی نامبره، الان بهمون فالس میده. ولی اگر دوتا مساوی باشه فالس نمیده، چون فقط این ولیو چکه که ولیوشون درسته دیگه، به خاطر همون بولیان بهمون ترو میده. خب این اپراتور ایکوال هستش. حالا اپراتور نات ایکوال اینجوریه، یه دونه از این ناتا قرار میدیم و نات ایکوال میشه. خب الان اگر اینجا 2 قرار بگیره بچه‌ها، اینجا 2 قرار بگیره، خب اینا نات ایکواله دیگه، پس چون نات ایکواله درست برمیگردونه برام به این شکل. البته نات ایکوال یه جور دیگه هم نشون میدن، اینجوری هم نشون میدن، شما اینجوری هم میتونید بنویسید و صرفا مشکلی نداره و اوکی هست. یک چیز دیگه داریم به نام greater than، این که مثلا میگه که متغیر x آیا بزرگتر از y یا نه، lower than که کوچیک‌تر باشه صرفا، و همچنین حالا مثلا اگر از اینجا این کنارش در واقع بیایید علامت مساوی هم بنویسید اوکیش میکنه. خب پس این از این بحث اپراتورهایی که داشتیم برای عملگرهای مقایسه‌ای در واقع بود. یه سری عملگر دیگه داریم برای اینکریمنت و دیکریمنت. یعنی مثلا فرض کنید اینجا من رو پاک بکنم چون دیگه واقعا بهش نیاز نداریم. خب متغیر x رو اگر اینجا پلاس پلاس بزنیم و بعدش بیایم اکوش بگیریم، متغیر x رو اکو بگیریم، خب تو این شرایط یه دونه مقدارش اضافه میشه. یعنی در نهایت تو خروجی ما x رو چی میبینیم؟ x رو خب بچه دلیل اینکه خطا میده به خاطر اینه، من اوکیش کردم. خب الان بهمون 3 میده. اوکی، حالا این متغیر x رو میتونیم مثلا قبلش هم اینجا بزنیم، یعنی مثلا قبل از متغیر x اینجا قبلش جمع بزنیم. اون هم عملا همونه با یه سری تفاوت ها که در آینده که ایف و الس رو بهتون توضیح دادم بهتون میگم که تفاوت این با اون یکی چیه. عملا شما تو خط بعدی دارید تو خروجی باز دوباره عدد 3 رو مشاهده میکنید، ولی خب یه سری تفاوت ها داره. حالا این دیکریمنتشه یعنی افزایشیشه، کاهشیش هم دوتا ماینسه، یعنی صرفا الان به جای 2 به ما عدد 1 رو نشون میده، چون این 2 میاد و یه دونه اینجا کم میشه و در نهایت به شما 1 رو نشون میده. خب یه سری عملگرهای دیگه داریم به نام اند و اور که داخل زبانه برنامه نویسی تعریف شده که اونها رو هم گاهی اوقات استفاده میکنن که خب بذارید اجازه بدید اونها رو هم بهتون بگم که چجوریه. خب الان متغیر x رو میگیرم میخوام اندش کنم. خب برای اینکه اندش بکنم یعنی در حالت کلی میایم از دستور اند استفاده میکنیم، بعد متغیر چیز رو میگیم. البته بچه‌ها یا میتونید اینجوری صرفا استفاده بکنید یا حالا مثلا میتونید اینجوری هم بنویسید، یعنی این شکلی هم هست، یعنی اینا صرفا جفتشون یکی، یعنی جفتشون انده. اوکی، بعد وای رو بنویسم، بعد اینو بگیرم بریزم داخل متغیر مثل z. اوکی، این بهمون یه بولیان برمیگردونه. چون بولیان برمیگردونه من میگیرم وردامپش رو براتون تو خروجی چیز میکنم، میگیرم که بولیان ببینید چون بولیان هستش دیگه. خب بچه 2 در عمل چیه؟ 2 در عمل درسته، 3 هم در عمل درسته و یعنی اینکه جفتشون باید درست باشه تا بتونه خروجی درست بشه. چون جفتشون درسته پس تو خروجی هم شما در نهایت درست میبینید، بولیان درست میبینید که اوکی هست. حالا اگر من بهش بگم 0، چون 0 در عمل یک بولیان نادرسته و این یکی درسته و تو و اگر یکیش درست باشه یکیش نادرست باشه، خب در عمل خروجیشون میشه نادرست. الان شما تو خروجی نادرست یا فالس میبینید. اوکی، یا چیه؟ یا میتونید اینجوری بنویسید یا میتونید اور بنویسید، جفتشون درسته، هیچ فرقی نمیکنه. توی یا موقعی ما درست میشیم که صرفا حداقل یه دونهشون درست باشه، یعنی یه دونهشون اگه درست باشه که الان هست، الان وای 3 دیگه درسته، این یکی نادرسته، چون صرفا یه دونهشون هست که درسته پس خروجی درست میشه. این عملگر یا و اند که نیازش که صرفا اینا رو بدونید. بعد یه عملگر ضد نقیض هم داریم که همون عملگر نات. اگر این عبارت رو بنویسید و اسم متغیر رو بهش بدید، در نهایت اگر اون متغیر درست باشه ریورس میشه، نادرست میشه. الان عملگر x درسته یا نادرسته؟ نادرسته. درسته؟ خب پس چون نادرسته ریورس که بشه میشه درست، پس شما تو خروجی تو z شما در عمل داری درست میبینی که درست هم هستش. اگر یه بار دیگه ضد نقیض بزنم این درسته میشه نادرست. حالا میتونی 1000 بار ضد نقیض رو استفاده بکنی، عملگر دیگه فرق نمیکنه.
خب این از این موضوع. داخل استرینگ ها هم ما یه سری اپراتور داشتیم به نام اپراتور کانکتیشن که با دات انجام میشد. دو تا استرینگ رو به هم دیگه کانکت می‌کردیم که اینو داخل جلسه پیش بهتون توضیح دادم، صرفا اینجا دیگه در موردش حرف نمیزنیم واقعا. بچه‌ها یک عملگری هست به نام ترنری اپراتور که همون در واقع جملات شرطیه که موقعی که ایف و الس رو بهتون توضیح دادم در مورد ترنری اپراتور بیشتر با هم دیگه حرف میزنیم. خب بریم در مورد ایف و الس توضیح بدیم بچه‌ها. ایف و الس خیلی ساده است. یه ایف میذارید و در نهایت اینجوری و یه الس میذارید. یه همچین سینتکسی داره. در واقع داستان ایف و الس بچه‌ها چیه؟ داخل این ایفه که میبینید یک پرانتز باز میشه، یک شرطی میاد قرار میگیره که در عمل این شرطه یا درسته یا نادرسته، یعنی یه بولیانه که شما اگر مثلا صرفا یک عدد هم بهش بدید، یعنی مثلا 2 بدید، در عمل میاد پشت برنامه اونو کاستینگ میکنه که در مورد کاستینگ حرف زدم، میاد در عمل اون رو کاستش میکنه به تایپ بولیان. یعنی مثلا شما اگه بهش نال بدید، خب نال کاست بشه چی میشه نادرست میشه دیگه، فالس میشه. صفر چی میشه؟ نادرست میشه. یک استرینگ خالی چی میشه؟ نادرست میشه. بچه در مورد این چیزا داخل جلسه یعنی چند دقیقه پیش در موردش توضیح دادم. خب من میگم 5 بزرگتر از 3. خب 5 بزرگتر از 3 خب در عمل یک تایپ چکش رو بخوایم نگاه بکنیم بولیانه دیگه. خب 5 بزرگتر از 3 یا نه درسته. اگر درست باشه میاد بلاک پایین، یعنی اینجاها انجام میشه. پس من اینجا کامنت میکنم، میگم که if the condition، در واقع بچه if و else برای چک کردن کاندیشن ها هست، شرط ها هستش. if the condition is true، میگه اگر شرط درست باشه this scope، میگه این اسکوپ یعنی اینجا، از اینجا تا اینجا، این اسکوپ، یا بهتره بگم the code of this scope، the code of this scope، یعنی کدهای این اسکوپ اجرا میشه، run میشه. اوکی، این خیلی نکته مهمه، یعنی کدهای اینجا صرفا راه میشه. حالا اگر کاندیشن اشتباه یعنی درست نباشه چی؟ اگه کاندیشن درست نباشه کدهای این اسکوپ اجرا میشه. خب من الان بهتون ثابت میکنم. یک دستور اکو ساده بنویسم که اینجا بنویسم صرفا درست، استرینگ بنویسم درست، true. خب و بچه دقت کنید که بعد اینجا بهش تب بزنید. اگه تب هم نزنید و موقع که سیو میکنید خودش این تب رو نمیزنه متاسفانه، حتما باید تب بزنید، یعنی باید دندانه دار باشه. این خیلی نکته مهمیه، هم برای زیبایی کدتون مهمه، هم اینکه کلا کامپایلر اگر بهش دندانه ندید اشتباه میکنه. خب اگر بیاد این بلاک کد رو اجرا بکنه بهتون فالس، یعنی فالس میده. یعنی منظورم اینه که اگر 5 بزرگتر از 3 باشه درست میده، چون خب واقعا درست بوده، و اگر 5 بزرگتر از 3 نباشه نادرست میده. اوکی، اینجوریه. الان تو خروجی چون 5 بزرگتر از 3 این اسکوپ بعد اجرا بشه پس درست میده. اگر برعکسش بکنم، یعنی بگم که 3 بزرگتر از 5 که خب اینجوری نیستش، بلاک پایینی انجام میشه و در نتیجه تو خروجی بهمون اکو میکنه فالسو که درسته. اوکی، پس بچه‌ها ایف و الس برای چک کردن کاندیشن ها در عمل هست. حالا این ایف و السی که ما الان اینجوری پیاده سازیش کردیم میتونه به طریق‌های خیلی زیادی بیاد پیاده سازی بشه. و دقت کنید که بچه‌ها شما اینجا میتونید از اپراتورهایی که داخل کاندیشن ها استفاده میشه، مثلا اند و اور، مثلا شما 2 تا شرط داری، مثلا دارم میگم، میتونی از یا اینجا استفاده کنی یه شرط دیگه بهش بذاری. یعنی مثلا بگی که یا این شرطه درست باشه، یعنی یا مثلا این شرطه اینجا درست باشه، یعنی 3 بزرگتر از 5 درست باشه، یا 5 بزرگتر از 3 درست باشه. یعنی حداقل اگر یه دونشون هم درست بود، خب در نتیجه خروجی کلشون میشه درست و این بلاک کد این اسکوپه که سلام بهش میگن اسکوپ، این میاد انجام میشه. یا اند یعنی اینکه جفتشون درست باشه، چون جفتشون درست نیست یه دونشون فقط درسته، خب در نتیجه خروجی کلی نادرست میشه و چون خروجی نادرست میشه این اسکوپ اجرا میشه. اوکی، اینا خیلی نکات مهمیه و ما معمولا از اینا استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید یک متغیر دارم، متغیر x درسته، ترو تعریف شده. اوکی، بولیان تروه. خب من میام از این x اینجا استفاده میکنم. خب بچه x چیه؟ درسته. پس چون درسته این بلاک کد انجام میشه. ولی اگر از عملگر ضد نقیض استفاده بکنم این درست و نادرست میکنه و این بلاک کد انجام میشه. خب
حالا چقدر میتونیم ما از این، دوباره میتونیم از یا اینا استفاده کنیم بچه‌ها. هر چقدر دوست دارید میتونید از یا استفاده بکنید و اینجا تایپ چک برش بذارید، واقعا مهم نیست، یعنی اینجا دستتون بازه واقعا. درست شد؟ و اینجا میتونید ایف و الس رو تا اونجایی که دوست دارید پیراسازی بکنید. حالا گاهی اوقات نیاز دارید که مثلا چندین کاندیشن بنویسید. مثلا فرض کنید، یه لحظه من اینجا یک مثال عملی بزنم که بگم کلا قصدم چیه و داستان چیه. خب یک مثال عملی بریم بنویسیم. خب یه متغیر تی میام تعریف کنم که داخلش صرفا یک دیتیه. حالا میخواستم از بحث تاریخ ها بگم بچه‌ها، در مورد دیت توضیح بدم. دیت رو نگفتم، در آینده در موردش بیشتر حرف میزنم، ولی صرفا دیت رو بدونید. دیت میاد تاریخ سیستم شما رو میگیره بر اساس اون چیزی که داری بهش میدی. یعنی مثلا اگر وای بدی میره سال رو برمیگردونه. الان سال 2025 م، خب 2025 رو برمیگردونه. اگه بهش اچ بدی اور، یعنی به اصطلاح بهتر بگم ساعت سیستم شما. بچه سیستم که میگم سیستمی که داری داخلش کد مینویسی. حالا اگه صرفا سرور بوده خب ساعت اون سرور رو میره میگیره. اگه صرفا سیستم خودت لوکالی هستش خب سرور در واقع لوکال هستش میره کامپیوتر خودتون میگیره. اوکی. یا مثلا اگر سکند باشه اس رو برمیگردونه. خب الان که من بهش اچ دادم میره ساعت رو برمیگردونه. من اگر خروجی بگیرم متغیر تی رو، وقتی برگردون بچه داخل متغیر تی میریزه دیگه. الان اگر خروجی بگیرم براتون، ساعت سیستم من رو بهم برمیگردونه که خب درست هم داره میگن اون ساعت سیستم 19 هستش و درست. خب بسیار خب. البته بچه‌ها چون من دارم از VPN استفاده میکنم یه خورده بحث VPN به خاطر همین ساعت درست حسابی نشون نمیده. خب موردی نداره. حالا میام براش شرط میذارم بچه‌ها. میخوام با جملات شرطی کار بکنم. خب میام براش شرط میذارم، میگم اگر ساعت من، چون بچه‌ها استرینگ برمیگردونه بعد به شکل استرینگ بهش بگی. میگم که اگر ساعتم کمتر از 10 بود، یا بهتره بگم که 10 بزرگتر از اون بود، یا ساعتم کمتر از 10، مثلا ساعت 9 باشه، ساعت 7 باشه، اینا باشه، به کاربر بگه که صبحت بخیر. اوکی. بگه که have a good morning بهش بگه صبح بخیر. حالا بهش میگم که اگر ساعت از، یعنی ساعتم از 20 کوچیک‌تر بود، اگر از 20 کوچیک‌تر بود بهش بگه که روز خوبی داشته باشی، و اگر هیچ کدوم از اینها نبود بهش بگه که شب بخیر. اوکی. تو این شرط خب الان 3 تا شرط داریم، درسته؟ برای اینکه یه شرط دیگه بخواید اضافه بکنید بهش، از دستور else if میتونید استفاده بکنید. یعنی مثلا اینجا یه شرط دیگه هم میتونم بهش بگم که خب اگر ساعتم کمتر از 20 بود بیاد اکو کنه و بهش بگه که روز خوبی داشته باشی. اوکی. هم چیزی have a good day. و همچنین اگر هیچ کدوم از اینها نبود، بچه دقت کنید، هیچ کدوم از اینها اگر نبود بهش بگه که شبت بخیر. اوکی. have a good night. یه همچین چیزی. خب الان چه اتفاقی میفته؟ ساعت سیستم هم چند بود؟ 19. خب اینجا ایشون 19 دیگه. خب آیا 10 بزرگتر از 19 یا نه؟ خب 10 بزرگتر از 19 نیست بچه‌ها. پس این اسکوپ اجرا نمیشه. میره سراغ اسکوپ بعدی، این شرط رو دوباره چک میکنه. خب آیا 20 بزرگتر از 19؟ بله درسته. چون درسته میاد این اسکوپ رو اجرا میکنه و در خروجی ما have a good day رو میبینیم. و بچه‌ها چون اینجا شرط درست در میاد دیگه نمیره پایین رو چک بکنه، چون این برای موقعیه که نه این درست باشه نه این درست باشه. اگر جفت اینها نادرست بشه در نهایت دیگه ناچاره بره این اسکوپ رو اجرا کنه. پس خروجی ما میشه have a good day که همون که میبینید درسته دیگه، چون متغیر تی 19 برمیگردونه. چند دقیقه پیش بهتون نشون دادم. خب این از if و else که استفاده میکنن. حالا این if و else گاهی اوقات شورت هند میتونید ازش استفاده بکنید و چیز خیلی جالبی در میاد که گاهی اوقات شورت هنده دیگه. حالا منظورم از شورت هند یعنی چی؟ من بهتون توضیح میدم. خب شورت هندش چجوریه بچه‌ها؟ برای اینکه از شورت هند بخواید استفاده بکنی، یعنی یه شکل نوشتاری خیلی ساده تر، از ترنری اپراتور استفاده میکنن. در واقع شما کاندیشن خودت رو اینجا مینویسی. اینجا که میگم صرفا
منظورم اسلش است و بعدش یه دونه علامت سوال مینویسی. حالا میگی که اگر کاندیشن درست بود بیاد این اتفاق بیفته. حالا یه دونه کالم میذاری و بعدش میگی اگر کاندیشن درست نبود بیاد این اتفاق بیفته. پس اینجا شرط خودت رو میذاری. خب میگم اگر متغیر تی اگر عدد 10 در واقع ساعت کمتر از 10 بود بیاد این اتفاق بیفته. این اتفاق چه اتفاقی بیفته؟ بیاد اکو کنه بگه که have a good morning. خب حالا اگر این اتفاق نبود یعنی ساعت کمتر از 10 نبود بهش بگه که شبت بخیر. اکو کنه بگه have a good night. اوکی یه همچین چیزی در بعد. خب بعد در نهایت بچه‌ها خروجی ما میتونیم اینو ببینیم دیگه. الان چون ساعت 19 خب طبیعتا بهمون میگه شب بخیر. خب بهمون داره اشتباه میده. دلیلش به خاطر چیه؟ خب دلیلش به خاطر اینه که من اینجا دستور اکو رو استفاده کردم. خب بچه‌ها شما نمیتونید داخل خود ترنری آپریتور هاتون دستور اکو رو ظاهرا بنویسید. فکر می‌کنم دلیل اشتباه بودنش به خاطر اینه. شما باید صرفا یک استرینگ اینجا تعریف کنید. آره صرفا یک استرینگ اینجا تعریف کنید بعد اون استرینگ رو بیایید پاس بدید، یعنی به این شکل. حالا من اینجا اکو نمی‌کنم. آره اینجا اکو نمی‌کنم. خروجی این استرینگ ها رو داخل یک چیز می‌ریزم، یک متغیر مثل z می‌ریزم. بعد در نهایت میام z رو خروجی میگیرم. اوکی خب همون که میبینید گود نایت رو بهمون میده. پس اینم از ترنر آپریتور ها هستش که گاهی اوقات استفاده میشه و خب اوکی. بچه‌ها ایف ها رو میتونیم تو در تو هم تعریف کنیم و واقعا مشکلی نداره. الان مثلا یه مثال از ایف تو در تو یا اصطلاحاً حالا تو مثال انگلیسی بهش میگن nested if که داخل زبان برنامه‌نویسی خیلی تعریف شده. مثال بزنم یه متغیر تعریف میکنم مثل a که مقدارش 13 هستش و بهش میگم که اگر مقدار متغیر a بزرگتر از 10 باشه بیاد این کارو کنه. مقدار متغیر a بزرگتر از 10 باشه بیاد این کارو بکنه. اکو بکنه بگه که above مثلا 10 یعنی بزرگتر از 10، یا بهتره بگم که متغیر a above 10. اوکی بگیم که a above 10. حالا یک متغیر دیگه هم تعریف کنم به نام متغیر b که اسمشو یعنی مقدارشو میذارم 10 و اینجا داخل همین جمله بهش میگم که if میذارم میگم حالا اگر متغیر، بچه ببینید if رو داخل if تعریف کردم nested شده یعنی if تو در تو. بهش میگم که اگر متغیر 10 هم بزرگ یعنی b در واقع بزرگتر از 9 بود بیاد این کارو بکنه. چی کارو بکنه؟ بیاد اکو بکنه بگه که a above 10 و همچنین متغیر b هم above 9. قبول دارید دیگه؟ وقتی این جمله درست در میاد یعنی a بزرگتر از 10، ولی وقتی b هم بزرگتر از 9 باشه یعنی درست در بیاد پس میگه که b هم بزرگتر از 9 و این رو بهمون تو خروجی نشون میده. حالا بهش میتونم بیام اینجا اس بذارم بگم که خب اگر اینجا وارد بشه خب همچین اتفاقی افتاده که a بزرگتر از 10 بوده ها ولی b بزرگتر از 9 نبوده که ما رفتیم توی این اسکوپ. اوکی این الان مربوط به این ایفه و این هم مربوط به این ایفه. بچه این رو قاطی نکنید. اوکی پس اینجا b بزرگتر از 9 نبوده، b لوئر بوده. اوکی b لوئر 9 بوده. خب به این شکل و همچنین این ایفه بچه این ایفه رو هم میتونیم اینجوری بیایم پیاده سازی بکنیم. یه else رو هم برای این بذارم بهش بگم که اگر خب طبیعتا اینجا بره یعنی بزرگتر از 10 نباشه a بزرگتر از 10 نباشه خب a کوچیکتر از 10 دیگه لوئر بوده، لوئر 10 بوده. اوکی تو این شرایط میتونم این کار رو انجام بدم و بچه همین کد ها رو هم میتونم این پایین رو هم بیام بنویسم. یعنی تو این else هم میتونم این ایفا رو بنویسم و بگم که b بزرگتر از 9 باشه بیاد این کار رو انجام بده. منتها تو این قسمت دیگه بعد لوئر اینجا بنویسیم دیگه چون
A lower بوده. خب الان تو این شرط به نظرتون خروجی چی میشه؟ خب A 13 B 10. خب A چون 13 بزرگتر از 10 توی این اسکوپ اجرا میشه. خب حالا داخل این اسکوپ که میره اول خروجی رو چاپ میکنه، میگه که خب A بزرگتر از 10 و بعدش میگه خب متغیر B بزرگتر از 9 میگه آره. خب این اسکوپ اجرا میشه. اوکی. و در نهایت یک خروجی دیگه توی لاین دیگه برامون چاپ میشه که A بزرگتر از 10 و B بزرگتر از 9. ببینید بله میگه A بزرگتر از 10 بعدش هم میگه که A بزرگتر از 10 و B بزرگتر از 9. به این شکل میبینید که برامون خروجی چاپ میکنه. حالا این نستد ایف ها رو میتونیم با یه چیز دیگه به نام سویچ کنترل بکنیم که خب اوکیه. من سعی میکنم اون رو داخل جلسه دیگه توضیح بدم. فکر میکنم برای امروز کافی باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.